آینده طالبان را چگونه پیش بینی میکنی؟ آینده طالبان بستگی به این دارد که چگونه با چالش‌های داخلی و خارجی برخورد کنند. اگر به اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روی بیاورند و با جامعه بین المللی تعامل مثبت برقرار کنند، ممکن است بتوانند در قدرت بمانند. اما اگر به سیاست‌های سختگیرانه و انزوای بین المللی ادامه دهند، ممکن است در برابر اعتراضهای داخلی و فشارهای خارجی آسیب پذیر شوند. ثبات طولانی مدت آنها وابسته به این است که آیا می توانند اعتماد مردم را جلب کنند و کشور را از بحران خارج سازند یا نه. به نظر تو طالبان این توانایی را دارد؟ تا جایی که من طالبان رو دیدم خر ملاحی با یک لینک داره، هر طرف که دلش خواست و نمو طرف سوار شده میره، گپ دیگران رو هم گوش نمیکنه. حرفت واقعا عمیق است. به نظر می رسد که تصمیم گیری های طالبان بیشتر بر پایه منافع خودشان و ایدئولوژیشان است تا توجه به خواسته ها یا نیازهای مردم. وقتی رهبری یک گروه به جای نگاه ملی مردمی تنها به مسیر دلخواه خودش حرکت کنند، نتیجهش همین میشد که مردم احساس ناامیدی و بی‌اعتمادی کنند. سوال اینجاست که آیا چنین طرز فکری میتواند دوام بیاورد یا اینکه مردم بالاخره صدایشان را بلند خواهند کرد؟ 100% صدای خود بلند میکنه. بله، تاریخ نشان داده که هیچ حکومتی که به مردمش بی‌اعتنایی کنند نمیتواند برای همیشه دوام بیاورد. وقتی مردم فشارها و بی‌عدالتی‌ها را بیش از حد تحمل کنند، دیر یا زود صدای اعتراضشان بلند می شود. هرچند ممکن است ترس و سرکوب صدای مردم را موقتاً خاموش کنند، اما خواسته های واقعی مردم هیچ وقت از بین نمی رود. تنها زمان و شرایط مناسب لازم است تا این صداها به یک حرکت جدی تبدیل شوند.